آقا سلام علیکم. الان همین از دانشگاه خواستم یه آپدیتی از وضعیت بدم بهتون که متون پرسید، خیلی سخت‌تر از اون چیزی هم که فکر کردم پرسید، ولی کامل جواب دادم. مونده بودم اینکه مشکل پیش نیامد. نمره کامل گرفتم، 4 نمره البته از 8 نمره. جلسه بعدم میپرسه 4 نمره دیگه. این هفته باید حسابی بخونیم، مثلا پرسشی که دیدم خیلی باید بیشتر بخونیم. خواستم این آپدیت رو بدم. فعلا همین بود، بریم ادامه کار.
سلام. امیدوارم حالت خوب باشه. خواستم یه سری توضیحات بدم. همونجور که دیدید من اول متون خوندم، بعدم درس حقوق جزا رو تمام کردم. حدوداً داشتم سوال می‌نوشتم متنش که حدوداً 74 سوال نوشتم. به اون حد نصابی که میخواستم رسیده. این ماه ما چون درس متون تعداد جلسات خیلی کمی داره توی دانشگاه، به خاطر همون دومین جلسه‌مون شد آزمون نصف آزمون میانتر، یعنی 2 تاست با هم میشه 8 نمره و آشنایی با درسم بود. خیلی یه جوری بود دیگه، آشنا نبودم و خیلی برام خوندم و حالا استرس 4 نمره بعدی هم دارم. حقوق جزا رو خیلی دوست دارم، میخونم لذت میبرم. خوندم چون این ماه سبک‌تره، کلا 2 تا درس این ماه، ولی هم ماه بعد یه گزارشی بهتون میخوام بدم. اینجا یادداشت کردم. خب ماه بعد علاوه متون و حقوق جزا، مقدمه حقوق بین الملل و تجارت هم اضافه میشه و آره این و معدنی و حقوق مدنی، این 4 تا درس اضافه میشه و الان تا جایی که میتونم بهتره اینا رو پیش بخونم که از اون وقت که اون 4 تا درس اضافه شد اذیت نشم. خلاصه این بود از گزارشو. امیدوارم با دیدن ویدیو انگیزه بگیرید، درس بخونید و هممون بترکونید. فعلا